میرم ناخونامو درست کنم. یکم دیرمون شده و داریم سرعتی کارامون میکنیم که بریم و بعدش هم چی؟ کفش تو آره کفش سفیده رو بده. بعدش هم میخوایم بریم سروشی که جدید باز شده که خیلی بزرگه. میخوام براتون کامل فیلم بگیرم ازش و اینکه آره مامی بدو. من مثل اینایی که تازه خواب بیدار شدن ولی من اصلا 8:30 بیدارم دارم درس میخونم. هم گرفتم از هاوانا. قشنگ وقتی قهوه هاوانا دارم بهترین روز زندگیمه همیشه. ما الان رسیدیم. من چند روز پیش ناخونامو درست کردم. بعد دیروز یکیش کنده شد و رو همش لاک زدم بخاطر اینکه وسواس فکری پیدا کردم. من نمیتونم مثلا یکیش خراب باشه نگاه همش کنم اذیت میشم. الان مامانم اینجوریه که میگم دعوت کنن که روش لاک زدی. بعدش رو همش زده. خب با هم یه نمیشه رنگش با بقیه‌اش فرق میکنه. بگید من تنها نیستم که فقط وسواس فکری بهم دست میده. ناخونامو درست کردم. زیرش مشکیه، بعد آمبره بنفش داره، دورش هم که نقره‌ایه. من میخوایم بریم سمت سروش که داخل آفرینش باز شده که خیلی بزرگه و کلی میتونم اونجا چیز مختلف بهتون نشون بدم. خب بچه‌ها وقت معرفی اسپانسر این ویدیو یوتیوبمونه. اسپانسر این ویدیو لیکا نتورک هستش. اسپانسر این ویدیومون خوراک کسایی که همیشه از ما میپرسیدن که دوستا چجوری یوتیوب شروع کنیم، چجوری چنلمون رو راه‌اندازی کنیم و چجوری درآمدتو نقد می‌کنیم. لیکا نتورک 2 تا کار اصلی انجام میدن. اولیش مشاوره که از طریق رباتشون انجام میشه که به شما یاد میدن چجوری یوتیوبتون رو شروع کنین و چنلتون رو راه‌اندازی کنین. دومین کاری که میکنن نقد کردن درآمد یوتیوبتون هست با کمترین نرخ در تمام شرکت‌ها. لیکا نتورک متصل به MCN هستش، یعنی شما هیچ نیازی به ادسنس ندارید و دردسرایی مثل قطع شدن درآمدتون در آینده یا خراب شدن مانیتایزشون و هیچ کدوم از اینا رو ندارید. اگر دوست دارید بیشتر راجع به خدماتشون بدونید و اینکه چجوری میتونید درآمدتون رو نقد کنید، داخل دیسکریپشن آیدی تلگرامشون رو گذاشتم، میتونید برید باهاشون صحبت کنید. پیج اینستاگرامشون رو میذارم اینجا، شما میتونید برید از پیج اینستاگرامشون داخل رباتشون و وقت مشاوره بگیرید. خیلی ممنونم از لیکا نتورک که اسپانسر این ویدیومون شدن و اینکه شما هم هر چیز سریعتر برید ازشون سوالاتون رو بپرسین، از خدماتشون استفاده کنید تا بتونین چنل یوتیوب بزنید و درآمد دلاری داشته باشید. رفته اینک آفتابمو بیارم و به خاطر اینکه اینجا جدید ساخته شده پارکینگ نداره، با اینکه خیلی سوپری بزرگیه ولی پارکینگ نداره که به نظرم یکی از اشتباه ترین کارا همین بوده. به خاطر اینکه 4000 متر سوپریه ولی پارکینگ نداره و رسما باید 100 کیلومتر اونورتر پارک کنی. خیلی هوا گرم شده، یعنی رسما همینجا من تخم مرغ بزنم بشکنم میشه املت. اینجا کافشه و همه چی دارن دیگه رسما. خوشمزه است. نظر مرغ اینجا. دیگه چی به نظر برداریم؟ پاستی این مورد علاقه‌ام شیبای هندونه. این دلمزه است. اسمکس هم برداریم شما چیزی نمیخواه؟ شما رژیمی از نه رژیم نمکی برداشتیم؟ خاطی برداریم. من گیر کردم اینجا. این چیز پیاز جعفری دلینا برداشتم. از اینا برداشتم. از این مدل میوه بگیره چون فکر می‌کنه که همیشه خرابایی رو میذارن برامون. ولی خب به نظر من اوکی. وقتی مهمونداری یکی مثل من نمیرم آشپزی کنم، میام از این چیزا میخرم و استفاده میکنم. از شراب ترشی سیر مورد علاقه‌ام از برند گوناگون. آره اینو خیلی دوست دارم. متاسفانه نودل مورد علاقه‌مون نداره. من از این بولاکا صورتیشو دوست دارم ولی خب ندارم. به بخش مورد علاقه من این ادویه‌ها. بچه‌ها من این برند ادویه رو خیلی دوست دارم. خیلی چیزای باحالی داره. نمک دریایی از این برند. یه لیمو فلفلی تموم شده میخوام بگیرم. یه همین ادویه بچه واقعا خوشمزه است. لیمو فلفلیه.
دیگه همین بقیه‌شو دارم. خیلی باحالن. ساشا خیلی باحالن. تو کافی میکس زعفرونی، من تا حالا کافی زعفرونی نخورم. یعنی کافی زعفرونی نخورم. من تا حالا کافی با زعفرون خوردید بهم بگین که خوشمزه است یا نه، امتحان کنم نکنم، چون تا حالا نخورم که بدونم خوبه یا نیست. این بچه‌ها سوژوک کاپو بهترین سوژوک برای پیتزا. پنیری بچه‌ها بیاین سس خیار بخریم. چی سس خیار؟ نمیتونم درک کنم راستش. بچه‌ها این بادام هندی ها خیلی خوشمزه است، ولی نمیدونم کدوم بگیرم. نمیدونم کدوم شوره راستیاتش. من شکلات مثلا خیلی ولی عاشق این شکلات هستم. آره خیلی دوست دارم. و البته من قبل از اینکه به مامانم برسه همه رو تموم کردم. تو این که هم جدید نمیدونم چیه، چند تا فکر کنم بتونیم جفتش با هم بریم. چون الان خانوما اینجا. چه خوشگله. دست دیگه نمیخورم. هیچ میخوری الان. نه همشو نمیخورم قول میدم. سلام بچه‌ها، من در حال ادیت هستم. خواستم بگم که من همشو خوردم، فقط یه چند تاش به مامان بابام رسید که برن با خودشون سینما، من یعنی بقیه‌شو نخوردم. همشو میخورم تا قبل از اینکه بهش برسیم. خریدمون بسیار زیاد بود دیگه نتونستم ویدیو بگیرم عکسایی که برداشتیم. بیشتر چیزای بهداشتی برداشتیم بخاطر اینکه مثلا من شامپو بدن اینا تموم شده بود دیگه، با همینا رو میگرفتیم. خیلی مامانم پیریل سنسیتیو جدید دیده بچه‌ها، قراره با مایه فرشش دیوونمون کنه. بعدی اینه دام سس صورتی قراره بعد بخش عشقای منه. یکی عشق مامان خود دوست اینجوری روشن میشه. بشکن یا ما بشکن روشن میشه. بچه‌ها شیکر می‌خوایم بگیریم بعد از امتحانم هر شب کوکتل آن تاپ. اینجا خیلی باحال واسه چون یوگی پستو نوتلا گرفتم. به نظر خیلی خوشمزه میاد. رسیدیم خونه و با بیبرقی مواجه شدیم. الان من از این چیزا دارم گذاشتم دیگه، ماماینا دارن وسیله رو از پارکینگ با پله میارن بالا و کلی هم خریده دیگه. آره منم ساعت در براشون باز کردم و چراغ و اینا رو اوکی کردم که میان اذیت نشن. واسم رو عوض کردم دیگه. الان فکر کنم با برم زیر غذا رو روشن کنم تا مامانم بیاد بالا. بذاریم برم ازش بپرسم. مامان نداریم. الان تصمیم گرفتیم که بریم بستنی بخوریم خیلی یهویی. من داشتم درس میخوندم ولی مامانم یهویی گفت خیلی دارم بستنی میخوام. منم گفتم منم به بستنی نمیگم ولی یه قرار شد بریم بستنی بگیریم. دلفیکو بستنیامون رو گرفتیم. من 4 اسکوپ گرفتم، بابا و مامانم 2 اسکوپ گرفتن. من یه کوکم گرفتم که بعداً بخورم، ولی تمام که من گرفتم گردو اردست، فررو گرفتم، ناپنوم گرفتم با بلک فارست. به خاطر اینکه دیشب خیلی شلوغ بودن خیلی از طعما که من دوست دارم نداشتن، برای همین انتخابم خیلی محدود بود. آره هستی؟ راضی؟ خوبه. ماما خیلی دلش بلک فارست میخواد و بالاخره به عشق نهاییش رسید. شما ما دیگه برگشتیم خونه. من تا الان درس خوندم، الان تقریبا ساعت 8 و امروز فروز پزشک. مامانم رفت با مطب سورپرایز کنه، بعد بیان دنبال من شام برای روز پزشک بریم بیرون. دلیل اینکه من نرفتم اینه که من هم درس داشتم، همین که چند تا کار تبلیغاتی دارم که الان باید انجامشون بدم برای یوتیوب و اینستا. برای همین تصمیم گرفتم که بمونه، مامانم بره گل و اینا رو ببره، بعد بیان دنبال من و بریم بیرون. ما درست کردم، الان آماده شدیم که شام بریم بیرون، به خاطر اینکه دیروز روز پزشک بود و دیشب نتونستیم بریم بیرون، ولی امشب جاش داریم میریم بیرون. قرار بریم پین پلازا و ما داریم زودتر میریم. بابام از مطب میاد. گلی که مامانم برای بابام خریده و اون گله رو برای بابام هدیه آوردم با کلی هدیه‌های دیگه که دیگه الان اینجا نیست، ولی این دوتا گله رو هدیه گرفته بابام. نور اینجا خوبه. انگار میام همینجا ویدیو میگیرم براتون. ما رسیدیم و همین الان نزدیک بود که ماشین بزنه به من.
سوفان و اینکه اینجا خیلی شلوغه، نمیدونم چرا، با اینکه دوشنبه است اینجا خیلی شلوغه و داره متوجه نمیشه شلوغه، برای دوشنبه شلوغه. گفتیم که اول پاسوشو نگردیم بریم سریعتر بالا جا بگیریم، بخاطر اینکه مطمئنم جا گیرمون نمیاد داخل فود کورتش رسما و اینکه آره دوباره وایسا. سالاد گرفتم اینجا، سالاد بار میتونین هر چی میخواین بردارید و فکر کنم کم زیادی اصلا نباشم، ولی خب اوکی من خیلی سالاد دوست دارم. بابامم رفت میشیدن. آره دیگه فکر کنم مامانم الان داخل صف سالاده، من زودتر رفتم برداشتم دیگه. بابامم رفت میشیدنی ها رو بگیرم. بچه‌ها من سالاد رو به هر غذای ترجیح میدم، یعنی خیلی تنوع داره و این موضوع خیلی دوست دارم. بچه من هم اینجا چه خبره؟ ولی خیلی شلوغه. غذا بود؟ غذا خوب بود؟ من که اصلا غذا نمی‌خورم. بابام از بس غذا نخورده معده‌اش کوچیک شده، الان دیگه هر چی میخوره حالش بد میشه. 7 کیلو وزن کم کرده و الان دیگه معده شده اینقدر دیگه نمیتونه هیچی بخوره. 5 کیلو بس. گفتم 7 کیلو 5 کیلو 5 کیلو 7 کیلو 5 کیلو کم کرده مثل اینکه و دیگه کلا معده‌شو به فنا داده. من میخوام بریم پایین به خاطر اینکه چند تا خرید دارم من انجام بدم و اینکه که من بگردیم، به خاطر اینکه من 3 روز از خونه بیرون نرفتم، فقط رفتم بستنی خوردم، هیچ جا دیگه نرفتم. برقیات خرابه، برای همین باید از آسانسور بریم طبقه پایین. من الان میخوام یکی از مورد علاقه ترین مغازه هامو بهتون نشون بدم. بچه‌ها خیلی خوشگله. وای. نه از اونا میخوام، من از لیتمنا میخوام. من لیتمن میخوام. من میخوام لیتمن بنفش بگیرم بعدن خیلی خوشگله. بادام هندی گرفتم چون عاشق بادام هندی ام، با اینکه بهش حساسیت دارم. یه چند تا خرید کوچولو دیگه هم داشتیم، الان دیگه داریم میریم سمت خونه. اتاق عزیزم بعد از 10 ساعت درس خونده.